که زندگیتان بگویید. دوست دارم. من میفهمم. شوخی میکنم. است دوستت دارم. و خودت چی میگی؟ نفسم. نفسم. است اما خودتون تا حال برنده هستید خانواده سه که دیگرش پیدا میتونین. بله. بریم؟ بله. رفتیم به طرف خانواده احمدی. با حال مروه میگه اصطلاح پر از صمیمیت و محبت را بیان دارید که ممکن شما اون را به شریک زندگیتان بگویید. جانم استی. است جانه مریم میگه زندگی مستی. خب نه ولی یک وقتا سوال میکنیم که حیوان گوشتخوار نام بگیم یکی صدا میکنه سگ امدوم رویم میگم حالا سعی کنیم چیگر باز است وال شیبا میگه عشقم. What do you mean? What is the meaning of عشقم؟ ببینین هست؟ عشقه والا پروفشنال نبود اصطلاح پر از صمیمیت و محبت نه بر جواب سوال بود یا مستقیم سر ما بده؟ نه جواب سوال بود خواهش میکنم. آه نه من میفهمم به جای خواهرم باشی اصطلاح پر از صمیمیت و محبت را بخدا اولی خواستگار آمد میتونه تا برام اصطلاح پر از صمیمیت و محبت را بیان دارید که ممکن شما را به شریک زندگیتان بگویید. گفت قندم هست قنده مروه میگه اصطلاح پر از صمیمیت و محبت که به شریک زندگیتان میگین. شیرینم. امروز چی حال است سر ما سر تو نه از اونا نه عبدالانان تو یک چیزا رو یاد بگی دلت خوش نکنیم. هست دلت خوش نکنیم. مریم میگه اصطلاح پر از صمیمیت و محبت که ممکن به شریک زندگیتان بگویید. نفسم. گفتی. نفسم اینا زیاد میگن یک کلمه را هست شما بین خود مشوره کنین دو جواب را که باز نشده ممکن شما پیدا کنین. شیبا میگه اصطلاح پر از صمیمیت محبت که ممکن شما به شریک زندگیتان بگویید. یک دانیم. یک دانیم. آمدیم به طرف خانواده رحمانی یک از به جای خود قرار بگیره. حسین میگه عزیزم. عزیزم. جانم. جانم. ادریس جگرم. جگرم. والا بسیار خطرناک است. سونیا با اینا موافق است یا خود با حسین جان موافق است. عزیزم. عزیزم. بله با یک جواب تمام امتیازهایی که شما امسال با پیدا کردنش دوست داشتین آمد به طرف خانواده رحمانی که 90 امتیاز شد. مبارکتان باشه 90 امتیاز.